اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند قادر یکتا در قرآن عظیم الشأنش در سوره عنکبوت آیت 56 برای تمام ما و شما میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. پروردگار یکتا قادر به همتا برای تمام ای مورچه گرفتگی تا جبرائیل علیه السلام ای مورچه که مخلوق میده ترین خورترین است تا مخلوق بزرگترین که جبرائیل علیه السلام خداوند میگه که همه میگه مرگ میچشه، هر یک نفس میگه مرگ میچشه، مردن و به طرف ما میگه خداوند میگه بازگردونده میشه، میفورد نمیفورد به طرف خداوند میگردی. این همو الحال در سر منزل حاجی عمرعلی قوت فرزند فرزانه تاجیک قهرمانی ملت تاجیک قرار دارین در زیر خاک الان. 2 سال پیش همه دیدین صحبتاش نواراش بود میکوزی در زیر خاک و این خبیث امام علی این طاغوت این فرعون هم یک روز نه روز تاگ خاک میرانه که رنگ ای با یک ابرو با عزت نمیره، با خور ذلیلی میره، خور ذلیل میمبری. امام علی تا میمبری، رحیم زاده تن میمبری، نه مغلی یتیم فهم میمبره، مکرم شیطان همه کو تاگ خاک میره، بفوره نفوره. تو این ظلم تو چند قد دوام میکنه نمیکنه، یک روز نه روز تاگ خاک میره. چی جواب میتین؟ و تمام مردم تاجیکستان شما هم در عذاب سخت خدا گرفتار میشین، چی در دنیا چی در آخرت. همه خیلی اگر خب کنین یک برای دین خدا شما دفاع نکنین. شما را خداوند در قرآن میگه که شما بخزین به ارزید ظالم گپ زنین، نترسین. شما ما نمیدونم باید کی میترسین، چی فکر میکنین، 41 45 91 92 را فراموش نمیکنین، عذاب خدا را فراموش میکنین. برای مو همه میمبریم، هممون تاگ خاک میریم. فقط اینجا با عزت مردن شرفه، با عزت مردن شرفه. فرزنداتون مرده خنکش ایرسی هم میروه، این رای نصیب میدونه، 91 92 رای امالی میدونه. در رای حق بمبرانی خوب نیسته. شما با قرآن نظر بکنه گپ خدا موندگی گپ امالی را میگیرید. اون نعوذ بالله شاید خدا بتروشه با او قسم میخورین. این شرمندگری شما ای. برای همین احتیاط کنه که عذاب خداوند میاد با بالای بگناه و بگناه میاد، فرق نداره. پرهیزگاری گناهگاری برای همه عذاب خدا میاد. منتظر عذاب های خدا باشین اگر هم خیلی خب کنین مردم تاجیکستان. در تمام دنیا شرمنده.